چه زمانی باید خونه‌ای که الان درش زندگی می‌کنیم رو اقدام کنیم برای فروشش و چه زمانی باید اقدام بکنیم برای خونه جدیدی که در آینده درش زندگی خواهیم کرد؟ خب خیلی سوال خوب و جالبی هستش. فکر میکنم خیلی از دوستان عزیز ما این سوال رو دارن. این سوال بستگی به موقعیت هر فردی داره. ممکنه کسی باشه که همین الان آمادگیشو داشته باشه که جابجا بشه، ولی بعضی از عزیزان هستن که بچه‌های مدرسه‌ای دارن، دوست دارن که مدارس بچه‌شون تا آخر سال تغییر نکنه. بعضیا کار شغلیشون اجازه نمیده که همون موقع جابجا بشن. ممکنه که نیاز باشه چند ماه از قبل نوتیس بدن و جابجایی رو اعلام بکنن. خب بستگی به برنامه‌ریزی. ولی پیشنهادی که من براتون دارم این هستش که اول خونتون رو بفروشید و بعد با پولی که دارید میدونید که امکان خرید چه میزان خونه رو دارید و اینکه تا کجاها میتونید پیشرفت بکنید. یعنی اینکه چه منطقه‌ای رو میتونید انتخاب کنید، چه سایز خونه‌ای رو میتونید بخرید. البته که وقتی خونه رو بفروشید یه مقدار اکویتی دستتون میاد که حالا اون پول نقدی هستش که از فروش خونه به دست آوردید، اون بهتون کمک زیادی میکنه که وام بزرگتر و بهتری رو بگیرید. باز اینم شرایط افراد با هم فرق میکنه نسبت به شرایط شغلیشون. وضعیت این که اگه میخوان کش بخرن یا اینکه میخوان وام براش بگیرن این خیلی متفاوت هستش. باید بشینیم باهاتون مشاوره بکنیم که ببینیم که طبق شرایطی که امروز شما دارید کدوم راه حل براتون بهتره. ولی پیشنهادی که من دارم این هستش که نرید اول خونه مورد علاقتون رو پیدا کنید و بعد نتونید که خونه قبلی رو بفروشید و پول رو آماده بکنید برای خونه اولی. اون وقت خیلی آدم دلش میسوزه وقت نتونه اون خونه ای رو که دوست داشته و پیدا کرده بتونه اونو بخره. ولی خیلی خوبه که یه 3-4 ماه از قبل شروع بکنیم به برنامه ریزی و با ایجنت پروفشنال و حرفه‌ای که تماس بگیرید اون راهنماییتون میکنه که چه مرحله‌ای رو باید الان برید. نگرانی نداشت. شاید از اولش به نظر برسه که مراحل طولانیه، خیلی کاره، من چی کار بکنم، ولی قدم اول که بردارید زنگ بزنید به مشاور املاکتون، اون به شما کمک میکنه که همه مراحل رو خیلی ساده و سریع پشت سر بذارید. وقتی که خونه رو خریداری میکنیم آیا وسایل خونگی هم شامل خرید ما میشه و اگر میشه چه وسایلی؟ این یکی از سوالای خیلی مهمه که بیشتر خریدارای خونه دارن. اکثرا میان خونه رو که نگاه میکنن میگن که این یخچال هم باهاش میاد، این گازه چطور؟ یا مثلا میان خونه رو نگاه میکنن میگن که من از یخچالش خوشم نیومد. خیلی وقتا شاید مسئله مهمی هستش ولی اینا چیزاییه که جزئیات و فرعیه. یه وقتایی میشه حواس مشتری ها رو پرت میکنه از دیدن خود خونه و اصل مطلب. در حقیقت به طور کلی قانونش این هستش که همه چیزهایی که فیکسچر هست یعنی به خونه چسبیده اینا جزء خونه هست. از لوسترا گرفته، از گاز، یخچال و مایکروویو مثلا اگه تو خونه باشه اینا جزوش هست و میاد. بقیه وسایل خونه رو هم یه وقتایی قابل نگوشیت هست، یعنی میتونیم مذاکره بکنیم. اگه یه کسی از مبل خونه خوشش اومده باشه و میگه که حالا این رو هم من میخوام، اینم برای من توی آفرت بذار، میگم اوکی باشه، اینم رو میتونم باش صحبت بکنم. البته که تو آفر خونه نمیذاریم ولی این رو هم میتونیم نگوشیت کنیم و یه قرارداد خرید وسایل خونه بذاریم. ولی نکته مهمی که هست این که بدونیم چیزایی که به خونه چسبیده، حالا مثلا اگه بخوان از خونه جداش بکنن به دیوار خونه صدمه میزنه و اینها باید بمونه. یا اگه مثلا وقتی که یه لوستری وصل بوده توی خونه و مشتری ها اومدن خونه رو دیدن از اون لوستر خوششون اومده
بعد طرف اومده گفته که نه این لوستر مال مامان بزرگم بوده، من به این خیلی علاقه داشتم، اینو میخوام ببرم با خودم. خیلی موارد پیش اومده که مثلا باعث مشکل شده، حتی رفتن شکایت کردن که این لوستر مال این خونه بوده و این طرف برداشته، ما این خونه رو به خاطر این لوسترش خوشمون اومده بوده. موارد اینجوری هست. باید فروشنده ها بدونن که وقتی خونه رو میخوان بفروشن، اگه چیزی رو میخوان وردارن، قبل از اینکه خونه رو برای شو و دیدن مردم آماده بکنن، اون رو بردارن و جاش رو درست بکنن. چون هر چیز دیگه ای که چسبیده باشه به خونه و قرار بشه برداشته بشه و صدمه بزنه به خونه، اون باعث دردسر خواهد شد. آیا شما به من به عنوان کسی که قصد فروش خونه‌شو داره توصیه میکنید قبل از اینکه خونم رو لیست کنم برای فروش اقدام کنم برای گرفتن اینسپکشن یا همون بازرسی متخصصانه؟ 100%. این یکی از بهترین راههایی هستش که ما ایرادای خونه خودمون رو میتونیم متوجه بشیم و قبل از اینکه کس دیگه‌ای بخواد بیاد و ایراد بگیره، خودمون اون رو برطرف بکنیم. این اینسپکشن اولیه قبل از این باعث میشه که ما ایرادای کوچیک رو برطرف بکنیم که ممکنه که ظاهر خونه رو از ارزش بندازه، در صورتی که ممکنه یه ایراد خیلی کوچیک باشه، یه شیری داره آب میده، یه پریز برق خرابه، یه تیکه از خونه نیاز به نقاشی کوچیکی داره، مثلا اینا درست بشه، یا اگه جایی آب داده نم داده اینا باید درست بشه. اینا خیلی خوبه که قبلش آدم بدونه و باعث نشه که قیمت خونه‌تون به خاطر چند تا ایراد کوچولو پایین بیادش. چطور میشه متوجه شد محله‌ای که میخوایم در اون خونه بخریم محله امنی هست یا نه؟ خیلی خوبه که قبل از اینکه آفر بذارید روی خونه و خونه رو انتخاب بکنید، برید اون خونه رو محلش رو یه ذره بگردید، دور و برش و خیابونای اطراف و در طول روز برید، طول شب برید، توجه بکنید که چه ماشینایی توی اون محله پارک شده. ماشینای مثلا درب داغون صدمه دیده هستش یا ماشینای شیک و مثلا ترتمیز هست. حداقل محیط خودش معلوم میشه که چقدر منظم و چقدر خوبه. و از طرف دیگه وبسایت هایی هستش که تو اون وبسایت ها میتونید برید چک بکنید ریت سیفتی اون منطقه رو و حتی میتونید از اداره پلیس اون منطقه برید سوال بکنید که ببینید که چطور هستش. و خب بهترینش این هستش که خودتون برید با چشم خودتون در زمانهای مختلف اون محله رو بازدید بکنید. خونه‌ای که در مراحل خریدش هستیم، اگر اپریزال یا همون تعیین قیمت خونه به صورت رسمی پایین‌تر از مبلغی که در قراردادمون هست یا و گزارش بشه، آیا ما به عنوان خریدار امکان اینو داریم که اون قرارداد رو لغو کنیم و ازش خارج بشیم؟ بستگی داره به قراردادی که شما و مشاورتون نوشتید. اون آفری که شما دادید، پیشنهادی که دادید، آیا توی اون شرط گذاشتید به شرط اینکه اپریز بشه و قیمت گذاریش طبق همین قیمت باشه، یا اینکه خریدید بدون شرط و شروط؟ بر اساس این شرط خریدید که اگه خونه اپریز نشه ما نمیخوایم، یا اینکه دوباره میتونیم قیمت رو بیاریم پایین تر، اون وقت فرصت این رو دارید که از مشاورتون بخواید که بره براتون نگوشیت بکنه، ببینه که چقدر میتونه قیمت رو بیاره پایین. گاهی وقتا شرط هایی رم گذاشته میشه که مثلا تا این مقدار اگه خونه بالاتر یا پایین تر اپریز بشه من اوکی هستم، تا این مقدار رو پرداخت میکنم، اگه بیشتر از این باشه من پرداخت نمیکنم. اون وقت این فرصت رو دارن که توی نگوشیت ببینن که اون مقدار دیگر رو آیا سلر حاضر قیمت رو کم بکنه یا نه، و اگر که به تفاهم رسیدن خب چه بهتر ادامه میدن، و اگر به تفاهم نرسیدن اون قرارداد رو میتونید بدون ضرر و زیان لغو کنید. من به عنوان یک خریدار
چجوری میتونم مطمئن بشم خونه‌ای که قصد خریدش رو دارم مبلغ درستی داره و من بیش از اندازه برای اون خونه پرداخت نمی‌کنم؟ خب این سوالیه که خیلی از کلاینت‌های من میکنن که از کجا بفهمیم که دیل خوبی گرفتیم. این دیل خوب گرفتن واقعا بستگی داره باز به موردش. شما وقتی که توی بازار هستید برای خرید خونه، حتما یه منطقه خاصی رو با مشاورتون با هم در نظر گرفتید و میدونید که توی اون منطقه قراره که خونه بخرید و نسبت قیمت خونه های اونجا رو هم میدونید و مواردی رو هم که اون خونه داره و برای شما مهم هست که داشته باشه با همدیگه چک کردید. قبلا همه اینا تعیین شده و یه حدود قیمتی تو دستتون هست. هم شما و هم مشاورتون تا یه حدی اطلاعات دارید. ولی قبل از اینکه آفر رو بذاریم، پیشنهاد رو بذاریم، این مشاور املاک شما کاری که میکنه میره یه مقایسه میگیره. یک برگه‌ای هست به نام CMA میگن اینجا که مقایسه میکنه قیمت‌های خونه اطراف رو و خونه‌هایی که تقریباً شرایطشون مشابه با این خونه هستش و اونها رو بررسی میکنه. توی اون متوجه میشه که خب تا حدودی این خونه قیمتش میارزه و بعد از اون هم که وقتی که رفتید معامله بسته شد، میرید اون فردی که ارزیاب هست میاد خونه رو ارزیاب میکنه. اون کسی هستش که دیگه درس ارزیابی رو خونده و مدرک ارزیابی داره، خیلی دقیق تر بر اساس مقایسه و بر اساس نرخ بازار، بر اساس 3-4 تا روش هستش که بررسی میکنن بر اساس مسائلی که تو خونه به کار برده شده. همه اینها رو بررسی میکنه و به شما میگه که آیا این خونه با اون مقداری که شما آفر گذاشتید مطابقت داره یا نه، میارزه در حقیقت یا نه. که من فکر میکنم یکی از اتفاقای خوبی که توی آمریکا میفته این ارزیابی هستش که خونه ها معمولا به شرط ارزیابی خریداری میشه و کسی کلاه سرش نمیره. من به عنوان کسی که قصد فروش خونش رو داره، بهتره که قبل از اقدام به فروختن خونه یک سری از تعمیرات رو که در خونه شاید لازم باشه انجام بدم یا اینکه خونه رو همونطوری که هست برای فروش بذارم؟ خب این سوال خیلی بستگی به بازم شرایط شما داره. شما که فروشنده هستی آیا چقدر عجله داری که خونه رو بفروشی یا اینکه چقدر به پولش نیاز داری؟ میزان پولی که میخواد دست شما رو بگیره آیا براتون مهم هست یا نه؟ به نظر من به طور کلی وقتی که خونه رو همونطور که هست یا به قول اینوریا از ایز بخوای بفروشی، وقتی میگی از ایز انگار که خودت میدونی که خونه ایراد داره، میگه همینه که هست، من همینه که هست میفروشم، میخوای بخوا نمیخوای نخوا. خب تعداد آدمایی رو که میان توی خونه و میبینن خونه رو همون کلمه کم میکنه و شما فرصت این که خونه‌تون رو به تعداد بیشتری آدم نشون بدید و آفرهای بیشتری بگیرید و از دست میدید. کلاً با نوشتن این کلمه اول مخالف هستم و اینکه حالا تعمیر بکنید یا نکنید، خب بعضی از تعمیرات هستن که ارزشش رو داره، مثلا با یه پول کمی شما میتونید خیلی خونه رو ظاهرش رو قشنگتر بکنید و جذابتر بکنید برای کسایی که میان. مثلا یه خونه‌ای که یه کوچولو نقاشی میخواد یا مثلا یه اتاقی زرده، یه اتاقی قرمز، یه اتاقی بنفشه و واقعا اینا دل مشتری رو میزنه وقتی میاد تو خونه، چون خیلی از خریدارا میخوان که بیان آماده و خونه رو استفاده بکنن ازش. وقت این که بخوان تعمیرات بکنن یا هزینه بکنن برای نقاشی و یا مثلا کارهای کوچیک ندارن. خیلی خوبه که با یه دستی سر و روی خونه کشیدن این تعمیرات رو انجام بدید و خیلی سریعتر بتونید خونه‌تون رو با قیمت بالاتری بفروشید. ولی اگه که عجله دارید و واقعا نمیرسید، کسی هم نیستش که کمکتون بکنه، ایجنتتون هم همکاری نمیکنه، پس سریع بذارید و
همونطوری که هست بفروشید. من به عنوان کسی که در حال فروختن خونش هست، خوشبختانه آفرهای متعددی گرفتم. اما نمیدونم چطور میتونم بین این آفرها انتخاب بکنم که آفر کدوم خریدار بهتره یا بدتر از خریدارهای دیگه است. خب بهتون تبریک میگم که انقدر خونه‌تون طرفدار زیاد داشته، خونه خوبی داشتید و خیلی سریع تونستید به این درجه برسید که آفرهای زیادی بگیرید. یکی از کارهایی که ما ایجنت ها انجام میدیم این که این آفرها رو میایم دسته‌بندی میکنیم، روی اسپریدشیت میذاریم، چون که آفرهایی که اینجا گذاشته میشه فقط قیمت خونه نیستش که نشون میده که شما مثلا انقدر قیمت بالاتر داده باشی که این آفر خوبیه. ممکنه که یه کسی دیگه باشه که آفر پایین‌تر داده باشه ولی شرایطی که براتون در نظر گرفته اون به نفع شما باشه. اینجا با توجه به اون مقایسه‌ای که ایجنتتون میکنه که حالا ببینه که آیا مثلا میزان پول پیشی که این داده میخواد بده چقدر هست، میزان مدتی که میخواد برای بازرسی و اینسپکشن در نظر بگیره چقدر هست، وامی که داره چه مدل وامی هستش، چند روز برای شرط و شروط هایی که برای اپریزل و ارزیابی قیمت خونه هست در نظر گرفته، چقدر برای کلوزینگ دی در نظر گرفته و چقدر برای وامش در نظر گرفته. همه اینها رو وقتی بررسی بکنن میبینن که خب الان از بین این مثلا 5 تا آفری که برای این خونه اومده یکیش از همه بهتر و اون وقته که با توجه به تخصص ایجنتتون شما میتونید که آفر بهتری رو انتخاب بکنید که بدونید بعداً مشکلی براش به وجود نمیاد، چون توی این مدتی که تحت قرارداد هستید ممکنه که پشیمون بشن، ولی بعضی از آفرها خیلی مشخصه که محکم هست و طرف واقعا خونه رو دوست داره و میخواد و حاضره که همه کارها رو بکنه تا اون خونه رو به دست بیاره. من قصد فروش خونه‌مون رو دارم. شما به من پیشنهاد میکنید که برای خونه اوپن هاوس داشته باشیم یا نه؟ مبحث اوپن هاوس یه مبحث خیلی جذابی هستش که یکی از کارهایی که ایجنت ها انجام میدن برای اینکه خونه رو بیشتر به نمایش بذارن، تعداد بیشتری آدم ها بتونن بیان، که حالا میشه گفتش که خیلی از افراد میتونن بدون اینکه خودشون هم ایجنت داشته باشن بیان خونه رو ببینن. یعنی در خونه باز هست به روی همه کسانی که خریدار هستن در یک روز بیان و ببینن. خوبیش اینه که در همسایه ها و کسایی که در اطراف هستن ممکنه که دوست داشته باشن فامیلی، دوستی نزدیکشون بیاد خونه بخره. مثلا خیلی شده که به من دوستام گفتن که من دوست دارم محله شما بیام، اگه یه وقتی خبردار شده یه خونه ای رو میفروشن لطفاً به من خبر بده. این باعث میشه که همسایه ها دهن به دهن به بقیه هم بگن که آره ما خونه همسایه‌مون برای فروش گذاشته، تو که دوست داشتی بیا ببین. این باعث میشه که خب خیلی جلب توجه بیشتر میکنه و ممکنه که سریعتر خونه فروش بره. البته بازم قیمت مناسب و شرایط دیگه خونه همیشه مهم هستش. هیچ وقت فراموش نکنید که اوور پرایس قیمت نذارید خونه. خیلی از خونه ها یه سری امکاناتی دارن که مثلا بپرسن چه فسیلیتی هایی، چه امنیتی هایی با خونه میاد. توی یه محوطه قرار گرفتن که استخر داره، کلاب هاوس داره، زمین تنیس داره، جای نشستن و گرد همایی داره، یا مثلا جیم داره، ورزشگاه داره. اینا رو باید مطمئن بشید که چه کسایی میتونن استفاده کنن، که یا میتونید استفاده بکنید. اینا هر کدوم قوانین خاص خودش رو داره. آیا میتونیم مهمون بیاریم، آیا نمیتونیم ببریم، آیا میتونیم مهمونی بگیریم، جمع بزرگی رو دعوت بکنیم، یا هر کسی میتونه وارد بشه، چجوری هستش که حالا قوانینشون بستگی به محله های مختلف داره. اینا با هم فرق میکنه.
مثلا تو این منطقه که ما اومدیم فقط اعضا و کسایی که عضو این مجتمع هستن میتونن بیان از فضای این استخر استفاده بکنن که معمولا در طی تابستون این استخر بازه، در زمستونا تعطیله، ولی میتونید از کلاب هاستش جایی که محل اجتماعات هست میشه استفاده کرد، زمین تنیسش و جای بازی بچه ها رو همیشه بازه و میتونه استفاده کنن. ما هر وقتم بخوایم میتونیم مهمون بیاریم به این منطقه، تو این محیط بشیم دور استخر و از فضا لذت ببریم، باربیکیو درست بکنیم و کارهای دیگه. اگه که میخواید خونه بخرید باید مطمئن بشید که چه امکاناتی داره، چه چیزهایی با اون خونه شرایطی میاد. اون مجتمع ها معمولا متفاوت هستن نسبت به قیمت خونه و قیمتی که برای HOA پرداخت میکنید امکاناتشون هم میتونه متفاوت باشه. حالا بعضی ممکنه که بگن ما اصلا لازم نداریم، استفاده نداریم، از خونمون بیرون نمیایم. خب نیازی نیستش که پول بیشتری برای این امکانات و این تفریحات اضافی در حقیقت پرداخت کنید. اگه به دنبال خونه‌های رویایی هستید و جز رویاهاتون اینه که خونه‌تون استخر داشته باشه، وسایل تفریحی داشته باشه، بتونید دوست و آشنا و بچه‌ها رو دعوت بکنید مهمونی بدین، یه همچین خونه‌هایی رو بگیرید که اگه نخواید خودتون پول زیاد هزینه بکنید، استخر شخصی برای خودتون داشته باشید، مجتمع‌هایی رو انتخاب کنید که استخر دارن و میتونن بچه‌ها و خانواده بیان از اونها استفاده بکنن. امکاناتی که اینها میدن متفاوت هستن، ولی خیلی از اونها میشه استخر رو ازش استفاده کرد، میشه برای تنیس، برای بدنسازی، ورزش‌های مختلف ازش کمک بگیری و جای بازی برای بچه‌ها دارن که دیگه نخوای راه خیلی دور بری بچه‌ها رو ببرید پارک، و محل اجتماعات که بتونن توی اینجا مهمونی‌های بزرگتر رو بدن که توی خونه جا نمیشه. اگه به دنبال پیدا کردن خونه‌های رویاییتون هستید، من گلوریا همتی هستم، مشاور مسکن در شهر آتلانتا، ایالت جورجیا. خوشحال میشم که توی این زمینه بهتون کمک بکنم. هر چیزی که در رویاهاتون هست رو به من بگید تا من دقیقاً مطابق اون رو کمک کنم پیدا بکنید. فقط کافیه که با من تماس بگیرید، مشاوره رایگان هست. اگه دوست داشتید خوشحال میشم که در خدمتتون باشم. شماره تماس من هست 404 454 37 36 و ایمیل من هم هست gloriahimmati@gmail.com.